چیه که بوش انقدر چنده شده؟ طاقت ندارم، خیلی کنجکاو شدم. برم بپرسم ببینم چیه. خیلی گشتمه مامان. خیلی خوب، صبر کن پسرم، صبر کنی. منم دخترم، رفقی. تو خیابون جلویی میشه. کیو میخواستی؟ داشتم رد میشدم، یه بویی حس کردم. راستش نگران حالتون شدم. ولی با اجازه دخترم. دخترم این چه بویه؟ چی میپذی؟ بگو دخترم بگو، خجالت نکشین. چیه؟ گوشت سگه. گوشت سگ؟ چیکار کنم؟ چاره دیگه ای نداشتم. بچه هم گرسنم. یا چند روز غذا نخوردم. هیچ کسی هم ندارم. تنها. چیکار کنم؟ سراغ کی برم؟ از حالا من پیشتونم. تو مثل دخترم هستی. اینام نوام هستن. اون لاشه رو بندازتونه. صبر کنید، من تا نیم ساعت دیگه برمیگردم پیشتون. باشه. چرا اون آقاه نیومد ماما؟ خیلی خواب دیگه رسید. سلام. اومدیم دخترم، اومدیم. 3 دقیقه دخترم. خانم و بچه ها رو ببر خونه، شکمشون رو سیر کن. بذار حموم کنن و تمیز شن. ما هم خونه رو درست میکنیم. باشه بابا، وسایل میذاریم اینجا. خیلی خوب، زود برو تو. بیا دامادم. اومده. بذارش اینجا. انگار تموم شد بابا. آره خیلی هم قشنگ شد. خونه توی دخترم، خونه خودته. خونه توی دخترم، برات خاربارم آوردم. فردا براتون زغالم میگیرم، اون وقت دیگه کم کسری نداری. بیا این پولم بگیر دخترم. بگیر دخترم، بگیر. خدا ازتون راضی باشه.